امروز میخوایم با هم یه سفری بکنیم به دنیای شگفت‌انگیز حافظ شیرازی. شاعری که بعد از 700 سال کلامش هنوز مثل یه آینه روح ما ایرانی‌ها رو بهمون نشون میده. بیاین با هم ببینیم راز این جاودانگی چیه. همه چیز انگار از همین یه بیت شروع میشه. ببینید این فقط یه بیت عاشقانه نیستا، این کلید ورود به دنیای حافظه. داره به ما میگه مسیری که اولش خیلی ساده به نظر میاد، چه عشق باشه، چه ایمان، چه خود زندگی، توی عمقش پر از پیچیدگی و شگفتیه. بسیار خوب، حالا بیاین یکم عمیق‌تر شیم. برای اینکه حافظ رو بفهمیم، باید آماده باشیم که تضادها رو بغل کنیم. اصلا نبوغ حافظ توی همین بازی کردنشه. بازی با چیزایی که به نظر میاد 180 درجه با هم فرق دارن. حافظ خب استاد بیچون و چرای غزل فارسیه. دیوانش که مجموعه‌ای از شعرهای فوق‌العاده عمیق و چند لایه است، تقریباً توی هر خونه‌ای پیدا میشه. اما اون فراتر از یه شاعره، یه متفکره، یه ناظر خیلی دقیق جامعه‌اش و یه راهنمای معنوی که با زبون استعاره با ما حرف میزنه. نکته خیلی جالب در مورد حافظ اینه که هیچ وقت یه جواب قطعی بهت نمیده. خیلی هوشمندانه این مفاهیم رو میذاره کنار هم که ما رو به فکر بندازه. شعرش مثل یه الماسه که از هر طرف بهش نگاه کنی یه نور متفاوت بهت میده و به هر کسی اجازه میده برداشت خودش رو داشته باشه. حالا یکی از مهمترین این تضادها چیه؟ تقابل بین ظاهر و باطن. توی دنیای حافظ همیشه یه جنگی در جریان بین چیزی که به چشم میاد و چیزی که توی قلب آدم حس میشه. این بیت خیلی قشنگ نشون میده که حافظ چقدر از این ظاهرسازی‌ها خسته شده. صومعه و خرقه سالوس نماد همون تمرکز روی آداب و رسوم خشک و بیرونیه. در عوض اون دنبال چیه؟ دنبال دیر مغان و شراب ناب. یعنی یه جایی برای یه تجربه معنوی واقعی و بیریا. پس ببینید نکته کلیدی اینه. حافظ 2 مسیر جلوی پای ما میذاره. صومعه نماد یه دنیاییه که روی قوانین خشک و تقلید ساخته شده، جایی که ظاهر از باطن مهمتره، اما میخانه یه فضایی برای پیدا کردن حقیقت از طریق تجربه شخصی، از طریق شور و صداقت، حتی اگه این راه با چیزی که جامعه میگه جور در نیاد. خب، توی این دنیای پر از دوگانگی، قهرمان حافظ کیه؟ حافظ شخصیت آرمانی رو به ما معرفی میکنه که خیلی هوشمندانه توی این مسیر حرکت میکنه. رند. این رند قهرمان داستان حافظه. نه ادا و اصول آدمای مقدس رو در میاره، نه از این که بهش بگن گناهکار میترسه. رند از این مرزهای تنگ خوب و بد رد میشه تا به یه صداقت درونی برسه. اون به یه قانون بالاتری پایبنده، قانون دل. و اینجاست که میفهمیم چرا استعاره می انقدر مهمه. این می نماد یه جور آگاهیه که از راه عشق و شهود به دست میاد، نه از راه عقل حسابگر و قوانین خشک. این مستی یعنی غرق شدن توی حقیقت و عشق، یه حالتی که توش فاصله بین عاشق و معشوق برداشته میشه. این بیت در واقع مانیفست رنده. حافظ داره میگه یه کاری که از ته دل باشه، حتی اگه ظاهرش مورد قبول نباشه، خیلی با ارزش‌تر از یه کار به ظاهر خوبه که توش ریاکاریه. برای حافظ اصل کار همون اصالت و صداقت درونیه. خب، حالا هدف نهایی این سفر رندانه چیه؟ این همه بالا و پایین رفتن برای چیه؟ همه این مسیر یه مقصد داره. رسیدن به وصال یار. این ابهام یکی از شاهکارهای حافظه واقعاً. با مبهم نگه داشتن هویت یار به شعرش یه عمق بی‌نهایت میده. اینطوری هر کسی که شعرش رو میخونه میتونه اشتیاق خودش رو چه زمینی باشه چه آسمونی توی این شعرها پیدا کنه و باهاش ارتباط بگیره. این بیت خیلی قشنگ حال و هوای کسی رو نشون میده که توی راهه، شاید یکم سرگردونه. رند توی تاریکی داره راه میره، اما ایمان داره که یه مقصد روشنی وجود داره. این سفریه پر از امید و انتظار، یه جور جستجو برای پیدا کردن اون نوری که راه رو به سمت دیدار نهایی روشن کنه. یعنی داره میگه تمام زیبایی و معنای این دنیا به بودن و توجه یار بستگی داره. بدون عشق اون دنیا بیرنگ میشه و زندگی تاریک. یار هم خورشیدیه که به کل هستی معنا و روشنایی میده. خب، حالا میرسیم به سوال آخر.
آخه چطور میشه یه شاعر مال 700 سال پیش هنوز اینقدر زنده و محبوب و راهگشا باشه؟ در نهایت به نظرم راز حافظ اینه که اون به ما یه نقشه راه آماده نمیده، بلکه یه قطب‌نما دستمون میده. بهمون یادآوری میکنه که سفر معنوی یه مسیر کاملا شخصیه و مهمترین راهنما توی این راه صادق بودن با خودمونه. این نکته فوق‌العاده مهمه. سنت فال حافظ که مردم برای راهنمایی گرفتن کتابش رو شانسی باز میکنن، نشون میده که چقدر به خرد اون اعتماد دارن. مردم بهش به چشم یه شاعر معمولی نگاه نمیکنن. براشون مثل یه پیر خردمنده، یه رفیق داناست که حرف دلشون رو میفهمه. و این بیت آخر انگار کل جهانبینی حافظ رو خلاصه میکنه. دنبال ثبات و وفاداری توی این دنیای بیرونی و بی‌ثبات نگرد. این دنیا همیشه در حال تغییره. آرامش و حقیقت واقعی رو باید توی خودت پیدا کنی. و همه اینها ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. حافظ ما رو تشویق میکنه که میخانه شخصی خودمون رو پیدا کنیم. اون فضای امنی که توش میتونیم بدون هیچ نقابی با خود واقعیمون روبرو بشیم و به صدای قلبمون گوش بدیم، توی زندگی شما کجاست؟